یه مسئله رو باید عنوان بکنم و طرف حسابم هم کارفرمایانه. دوست عزیزی که نیروی کار میخوای بیاری، لطف کن این همه جوون بیکار مظلوم که واقعا شرایط زندگیشون با یه چندرغاز حقوق تو ممکنه تغییر بکنه، اینا رو بیار سر کار. سراغ پیرمردا نرو. کسایی که یارو داره حقوق میگیره، بازنشسته است، از 100 جا منفعت داره میره تو جیبش، این کفتا رو نیار سر کار. جوون رو بیار. اون جوون بیچاره‌ای که با چندرغاز حقوق تو ممکنه متحول بشه زندگیش، از زیر 1000 تا فشار در بیاد. سراغ این پیرمردای خبیث طماع نرید. اینا به اندازه 10 نسلشون پسنداز کردن، با اخلاق گند و کثافت و مزخرف و بیادبی و بیعصابیشون نظم یه کار یه آدم دیگه ایران به هم میریزن.